اگر تو خونه فر نداری یا اینکه داری و نمیتونی ازش استفاده کنی، بهت پیشنهاد میکنم با فر دستساز یک بار این کیک خوشمزه رو درست کنی که از نتیجه کار مطمئنم شگفت زده میشی. با فر دستساز کیکت همینقدر طلایی و خوش رنگ میشه، پس یاد نره این آموزش رو ذخیره کنی. قبل از شروع کار فر دستسازمون رو روشن میکنیم که کاملا گرم بشه. آرد و بیکینگ پودر رو با هم ترکیب میکنیم و یک بار از الک رد میکنیم. یک قاشق از آرد دستور رو با گردو و کشمش ترکیب میکنیم و میذاریم کنار. تخم مرغ‌ها رو به همراه شکر و وانیل با هم میزنیم تا کاملا هجین و سبک بشه. تو این مرحله ماست و روغن رو اضافه میکنیم و در حد ترکیب شدن هم میزنیم و در نهایت ترکیب آرد و بیکینگ پودر رو به موادمون اضافه میکنیم و با لیسک مواد رو یک دست میکنیم. گردو و کشمش رو هم بهش اضافه میکنیم، با لیسک مواد رو یک دست میکنیم و داخل قالبی که کاغذ روغنی انداختیم میریزیم. اگر دوست داری بعد از پخت کیکت گنبدی بشه، با چاقوی چرب شده وسط مواد رو چاک ایجاد کن و داخل فر دستساز از پیش گرم شده قرار بده تا کاملا مغز پخت و طلایی بشه. آموزش فر دستساز با تمام نکاتش پست شده. کلمه فر دستساز رو کامنت کن تا برات ارسال بشه.